آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست و آنچه را در دلهای شماست خواه آشکار کنید یا پنهان خداوند شما را به آن محاسبه می کند. پس هر کسی را بخواهد می آمرزد و هر کسی را بخواهد عذاب می کند و خداوند بر هر چیز تواناست. پیامبر به چیزی که به او از طرف پروردگارش نازل شده است ایمان دارد و مؤمنان نیز همه به خدا، فرشتگان، کتابهایش و پیامبرانش ایمان آورده اند. آنها می گویند میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمی گذاریم و گفتند شنیدیم و فرمان بردیم، خواهان آمرزش تو هستیم ای پروردگار ما و به سوی توست بازگشت. خداوند هیچ کسی را به کار مکلف نمی سازد مگر به اندازه توان او. برای اوست هرچی کسب کرد و بر زیان اوست هرچی را مرتکب شد. پروردگار ما، اگر ما فراموش کردیم یا خطا کردیم ما را مگیر. ای پروردگار ما، همان گونه بار گرانی که بر پیشینیان ما گذاشتی بر ما مگذار. ای پروردگار ما، و بر ما چنان باری را مگذار که توان برداشت آن را نداشته باشیم. از گناهان ما درگذر، ما را ببخشا و بر ما رحم کن. توی کارساز ما، پس ما را بر گروه کافران پیروز گردان.